این چه زندگیه؟ این چه زندگیه ما داریم واقعا که ما همه رو توی ذهنمون گنده کردیم، خودمون رو کردیم برده. بابا به خدا داره به ما نعمت میده، خدا داره ثروت میده، خدا داره به ما سلامتی میده. تو وصل شو به خدا، تو خدا رو به عنوان تنها منبع قدرت باور کن. مردم کیان؟ مردم کیان اصلا؟ چرا فکر میکنیم اگر مردم خوششون نیاد ما به مشکل مالی برمیخوریم یا مثلا اعتبارمون رو از دست میدیم؟ چرا اینجوری فکر میکنیم به خدا؟ چرا اینجوری فکر میکنیم؟ ما توی قرآن داریم میگه کیست که خدا بخواد بیارتش بالا بتونه بکشتش پایین؟ کیه که بتونه این کارو بکنه؟ کل مردم جهان با هم جمع بشن نمیتونن این کارو بکنن. کسی که خدا بخواد بیارتش بالا مردم میخوان بکشنش پایین. برعکسش کیست که خدا بخواد بکشتش پایین مردم بتونن بکشنش بالا؟ کیه که بتونه این کارو؟ کی قدرت این کارو داره؟ هیچ کس.